الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، در این حلقه ان شاء الله مسائلی که در حلقه پیش بود یا که مسائلی که به حلقه پیش تعلق دارد صحبت خواهیم کرد. با مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسئله که تعلق دارد و مناسب ذکر است، این مسئله احتفال مولود رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. پس این حلقه نهمین ماه است که به اذن الله ان شاء الله سبحانه و تعالی این مسئله را به شما بیان خواهیم کرد. اولا باید دانیم که همه مسلمانان، آنانی که مؤمن هستند و مسلمان هستند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دوست دارند، عشق به رسول الله دارند و همه میخواهند که دوست داشته ترین شخص و نزدیکترین شخص به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشند. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که اکثر بدعت هایی که در دین ظاهر شده است به سبب غلو و زیاده روی در دوست داشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا شده است. یعنی سبب بدعت دو چیز است: افراط یا تفریط. افراط یعنی نقصان و کمبودی کردن، تقصیر کردن. تفریط یعنی تجاوز کردن، از حد گذشتن و غلو کردن، که این اکثر بدعتی که در امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار شده است، این از افراط اونها بود، از زیاده روی و از حد گذری و از تجاوز کردن امر شرعی اونها بود. پس در مسئله مولود، جشن گرفتن مولود رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم، اونانی که خودشان را به اسلام نسبت میدهند و میگویند که ما مسلمان هستیم، در این مسئله سه قول دارند. در مسئله احتفال جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سه قول وجود دارد. قول یعنی سخن اول و مذهب اول این است که میگویند احتفال مولود نبی محمد صلی الله علیه و سلم باید جشن گرفته شود و این از نظر اونها درست است و اونها اجازت میدهند که اونها مذهب اهل تصوف هستند. اهل تصوف اکثرین کسان، زیادترین کسانی که مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن میگیرند اینها صوفی ها هستند و کسانی که زیر تأسف تفکر صوفی ها رفتند اونها می باشند، از عوام و جهال از مردم. سخن دوم در این مسئله این است که بعضی از متکلمین و از فلسفیین که اونها اصلا صوفی نیستند، لیکن متکلمین و فلسفیین که یک اینها هم
غلط رفته و خطا کرده می باشند میگویند که ما جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را با تعلیم گرفتن سیره اش سپری می کنیم و در این احتفال مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه رقص و نه بدعت و نه غزلخوانی و چیزی دیگری وجود ندارد. تنها سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را میخوانیم و به سبب مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را به اسلام دعوت میکنیم، چرا که این یک وقت مناسب برای دعوت است. که اکثرا این متکلمین و الفلسفیین این سخن را میگویند که امروز افسوس که در جامعه ما هم زیاد از مردم به این گفته پیرو هستند و از این گفته ها استفاده می کنند که این دو مذهبی که به شما بیان کردیم، مذهب اهل تصوف و متکلمین و فلسفیین، هر دوی این مذهب ناگفته نماند که مذهب غلط و خطا رفته و بدعت است. و مذهب سوم که مذهب حق است و صحیح است و درست است که ان شاء الله دلیل هایشان را یکایک به شما بیان خواهیم کرد، این مذهب اهل سنت و الجماعت باشد. اهل سنت و الجماعت در این مسئله میگویند احتفال و جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه جایز نیست. و به این گفته هایشان دلایل خود را ذکر می کنند. این سه قولی بود که در این مسئله ذکر شده است و ما اولا دلیل قول اول را ذکر می کنیم. قول اول قول صوفی ها و اون کسانی که جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اجازه می دهند. دلیل اونها از کجا است؟ اونها این گفتهشان را از کجا گرفتند؟ از کدام منبع گرفتند؟ دلیل اولین اونها این است که میگویند که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. ان ابی قتاده رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم اثنین. از ابی قتاده روایت شده است در حدیث صحیح که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روزداری روز دوشنبه که پیامبر در روز دوشنبه روزه می داشتند پرسیده شدند. پیامبر گفتند فقال ذات یوم ولدت فیه، این روز دوشنبه روزی هست که من در این روز تولد شده ام، و بعثت فیه، من در این روز وحی کرده شده ام، مبعوث شده ام، و ترفع الاعمال فیه الی الله، و عملها در این روز به سوی الله برداشته می شود. دلیلشون صحیح است. حدیثی که می آورند حدیثی صحیح است، یعنی دلیل صحیح است، اما استدلالشون از این دلیل غلط است که می گویند یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه را به خاطر این روزه می داشتند که در این روز تولد شده اند. ما می گوییم به این جواب می دهند علمای اهل سنت و الجماعت، جواب می دهند، می گویند این سخنی که شما می گوید غلط است. شما از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به فهم غلط صحبت می کنید، از فهم خود صحبت می کنید. چرا که ما قاعده داریم در شریعت اسلام که باید پیروی از کتاب و سنت بکنیم، به فهم سلف امت، به فهم صحابگان باید پیروی قرآن و سنت باشیم. یعنی هر کس بیاید قرآن را بگیرد معنی داد بکند، حدیث را بگیرد معنی داد بکند به فکر و تفکر خودش، این غلط است و این جایز نیست. باید قرآن و سنت را به فهم صحابگان و تابعین و قرون المفضله و علمای اهل سنت و الجماعت فهمیده شد و در غیر این حال فهمش غلط است.
علمای اهل سنت و الجماعت بمانند شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد ابن عبدالبر و اینچنین ابن حجر اسقلانی، زیلعی حنفی رحمت الله علیهم و شیخ ابن ابی العز حنفی به این جواب میدهند و میگویند که مقصد از این حدیثی که رسول الله بیان کردند و گفتند که روزی دوشنبه روزه میگیرم چرا که در این روز تولد شده ام، نه این که بیان روز تولد بلکه بیان فضل روز دوشنبه می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کرده اند که روز دوشنبه چندین فضل دارد. در نزد رسول الله یکی از فضلش در این روز تولد شده اند و فضل دیگرش این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این روز پیامبر شده اند و فضل دیگرش این است که مهمترش این است که به من و شما هم دخل دارد، عملها در روز دوشنبه به نزد الله برداشته می شود. اما ما به چگونه برداشت شدن عمل سخن نمی کنیم. این از عمل غیب است، از کیفیت اون ما خبر نداریم، فقط ایمان می آوریم که عمل در این روز به نزد الله برداشته می شود. پس این حدیث هیچ وجه استدلال ندارد، بلکه این حدیث علیه اونها است. برای همین است که علمای اهل سنت و الجماعت میگویند جشن گرفتن روز تولد رسول الله و جشن گرفتن روز تولد هر یک انسان خودش را جایز نیست. یعنی امروز در مناطق ما، حتی در تمام اکثر دنیا، مسلمان ها به جشن گرفتن زادروزشان مبتلا شده اند. درستش و صحیحش علما این را هم منع میکنند. جایز نیست که هر سال شما جشن خود را، روز تولد خود را جشن بگیرید، که این یک تشبه به کفار است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از تشبه و مثل مانندی کردن به کفار من کردند. من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که خود را به قوم مانند میکند از جمله همان قوم میشود. و تبریک کردن به زادروزی یکدیگر، این همه کارها در اسلام وجود ندارد. و دلیل دوم مذهب اهل تصوف این است که میگویند احتفال مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این یک اعتراف کردن به محبت رسول الله است، آشکار کردن محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، شکر الله به وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به تولد شدنش و پیامبر شدنش به الله در این روز شکر میکنیم. یا که در این روز تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما آشکار میکنیم خرسندی خود را در نزد مشرکین و یهود و نصارا، تا که اونها فهمند که ما رسول الله را دوست داریم. خیلی که بعضی از علمای تصوف این سخن را همچون دلیل ذکر کردند. این هم قول غلط است، این هم دلیل هست در نزد اونها، لیکن دلیلی ضعیف است و این چنین استدلال از این سخنشان هم کرده نمی شود، وجهی استدلال هم ندارد. ما یک قاعده داریم که این قاعده را الله رب العزت و الجلال گذاشته است. الله رب العزت و الجلال میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن كنتم تحبون الله يتبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. در سوره آل عمران آیت 41 این آیت ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله امر می کند که ای محمد بگو که ای مردم اگر من را دوست بدارید، اگر الله را دوست بدارید، این کنتم تحبون الله، اگر الله را دوست بدارید، فتبعونی، بر من متابعت بکنید، پیروی من باشید،
الله در این حالت شما را دوست خواهد داشت. زیاد کسانی هستند که امروز الله را دوست می دارند اما الله اونها را دوست نمی دارد. چرا که شرط دوست داشتن الله در بین بندگانش این است که باید پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم. وقتی که پیروی از رسول الله کردیم الله رب العزت و الجلال ما را دوست می دارد و گناه ما را مغفرت می کند و می بخشد. پس این دلیلشان هم دلیل ضعیف است. و اینچنین دلیل سوم دارند. دلیل سومشان این است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مسئله چیز بیان نکرده اند. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته اند که مولود مرا جشن نگیرید یا که جشن گیرید، هیچ چیزی را بیان نکرده اند. به خاطر همین ما جشن میگیریم، چرا که رسول الله در این مسئله هیچ چیزی نگفتند. ساکت. این مسئله در شریعت مسئله سکوتی است. علمای اهل سنت و الجماعت جواب میدهند، با یک قاعده جواب میدهند و میگن که کل عبادت ترکها رسول الله صلی الله علیه و سلم مع وجود المقتضی لها وعدم المانع من فعلها فتركها سنه وفعلها بدعه محظوره. خیلی که این قاعده در مسائل مسکوت عنه معروف است و این یکی از ضابطی با دقت ترین ضابطی برای تعریف بدعت است که میگویند تمام عبادت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترک کرده اند، بجا آورده اند، در حالتی که سبب این عمل وجود داشت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را چیز منع نمی کرد، عدم المانع از فعل این عمل رسول الله را هیچ چیز منع نمی کرد، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود داشتن سببش و نبودن مانعش این عمل را ترک کردند. پس این چنین عملها ترک کردنش سنت است و فعلش بدعت و محظوره است. مثال می آریم به مانند مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سببش وجود داشت. یعنی سبب مولود تولد شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که این سبب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم وجود داشت و رسول اکرم را هیچ کس از جشن گرفتن مولودشان منع نمی کرد، اما رسول الله جشن گرفتن مولود را ترک کرده اند. پس ترک کردن مولود برای ما سنت است. سبحان الله، هر کسانی که مولود را جشن نمیگیرند یکی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را زنده میکنند و عمل کردن بجا آوردن مولود و جشن گرفتن مولود و احتفالش بدعت و محظوره است که این قاعده خیلی قاعده معروف در بین علمای اهل سنت و الجماعت است که امام شاطبی رحمت الله علیه در کتاب خودشون در اعتصام و موافقات ذکر کرده اند و شرح داده اند. و اهل تصوف و متکلمین دلیل مشترک، این همه دلیل مشترک است بین دو قول. این چنین متکلمین دلیل خاص می آورند و میگن که ما در این روز نه رقص میکنیم نه غلو میکنیم، اما فقط جمع میشویم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را زود قرائت میکنیم یا خبردار میشویم. علمای اهل سنت و الجماعت به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و این چنین شیخ عصر خودمان به مانند شیخ فوزان، شیخ ابن عثیمین و علامه ابن باز رحمت الله علیهم و حفظهم الله حفظه الله شیخ فوزان و رحمت الله علی الباقی میگویند که با این صورت جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست. چرا که تعلیم گرفتن سیره رسول الله، قرائت کردن سیره و زندگی رسول الله فقط در یک روز
یا که در یک هفته یا که در یک ماهی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گویا در این ماه تولد شده اند، در احتفال و در مجلس مولد رسول الله، این یک چیز غیر مشروع است، عمل غیر مشروع است. ما سیره رسول الله را نه بلکه در یک روز و یک هفته و یک ماه، بلکه در هر روزمان قرائت بکنیم، بفهمیم، عمل بکنیم و پیروی از رسول الله باشیم. مسلمانی که در یک سال یک بار رسول الله را جشن میگیرد، دیگه سالش همه به گناه و معصیت و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی میکند، این خودش یک نوع ضلالت و گمراهی است. پس با این طریقت درس گرفتن سیره پیامبر، در یک سال یک بار نشستن و قرائت کردن مختصر و زود و سیره پیامبر جایز نیست، بلکه همه روز باید مسلمان در همه جا باید تعلیم بگیرد، در خانه، در مسجد، در مدارس، در سفر، در شهر و در کوچه و در همه جا باید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی بکند و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را تعلیم بگیرد. و قول علمای اهل سنت و الجماعت را ما به شما بیان کردیم که علمای اهل سنت و الجماعت این مسئله را منع می کنند و ان شاء الله اکنون دلیل اهل سنت و الجماعت را ذکر خواهیم کرد. ذکر دلیل منع احتفال مولد النبی، مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد اهل سنت و الجماعت. اولین دلیل و قوی ترین دلیل این است که علما اجماع را در این مسئله ذکر می کنند که تمام علمای اهل سنت و الجماعت از صحابه تا امروز اجماع کرده اند که جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست و بدعت است و خرافات از خرافات است. و دلیل دیگر این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این که پیامبر شدند در مکه 13 سال زندگی کردند و بعد از این که به مدینه آمدند 10 سال دیگر زندگی کردند، یعنی 23 سال در حالت نبوت زندگی کردند. اما در مدت 23 سال احتفال مولود خود را قید نکرده اند، مولود خودشان را جشن نگرفته اند، یعنی روز دین رجدین خود را جشن نگرفته اند، نه قولا و نه فعلا، که این از احادیث ها و از علوم اسلامی معلوم است و علمای اسلام این مسئله را ذکر می کنند. و اینچنین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بهترین از مردم ها بودند بعد از پیامبران و سختترین و حریصترین مردم به متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، اما نه در زمان رسول الله نه بعد از وفات رسول الله یگان نفر از صحابه مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن نگرفته اند، نه قولا و نه فعلا، یعنی به کسی نگفته اند که جشن بگیرید و خودشان هم یگان نفر از اونها مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن نگرفته اند. و اینچنین تابعین و تبع التابعین، قرون المفضله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حقشان میگویند خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حدیث صحیح، بهترین قرن و زمان من است، بعد از من آمده کسان یعنی صحابگان، بعد از این تابعین و تبع التابعین که یگان نفر از اینها نه صحابه نه تابعین نه تبع التابعین و نه از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت و نه 4 مذهب که مذهب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه که مذهب ما هست و مذهب احمد ابن حنبل و مذهب امام شافعی و مذهب امام مالک رحمت الله علیهم اجمعین، یگان نفر اونها مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن نگرفته اند
و نگفتند که جشن بگیرید. ذکر در این مسئله در اونجا نشده است، در کتاب‌های متقدمین ذکر نشده است. پس من و شما از کجا جشن میگیریم؟ من و شما چگونه جشن میگیریم در حالتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم، صحابه، تابعین، علمای مذاهب ما نکرده باشند و نگفته باشند چگونه ما جشن میگیریم و امر میکنیم که مردم جشن بگیرند؟ دلیل سوم ما این است که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد ای مردود علیه. هر کسی که عمل نو را در دین ما جای بدهد در حالتی که این عمل نو از ما نیست، به عمل ما موافق نمی آید، این عملش مردود است، رد است، قبول نیست. که این حدیث متفق علیه است. این حدیث دلالت می کند که عملی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند، همچون عبادت انجام نداده اند، این عمل را همچون عبادت و همچون کسب ثواب انجام دادن ما، این بدعت است، مردود است. اما شما در این مسئله دقت بدهید، بسیار عمل‌هایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند، اما این عمل‌ها همچون عبادت نبود. به مانند این که رسول الله در محراب نماز نخواندند، به مانند این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با میکروفون نماز نخواندند که در اون وقت میکروفون وجود نداشت. اینها در این مسئله دیگر است. این مسئله استصحاب است یا که مصلحه مرسله است که این بدعت نیست، چرا که این را همچون عبادت ما انجام نمیدهیم، بلکه همچون ضرورت انجام میدهیم. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. شنیدن قرائت امام واجب است، اما امروز که مسلمانان الحمدلله زیاد هستند و در مسجد با قرائت بدون بلندگویک شنیده نمیتوانند، به خاطر ضرورت بودنش این عمل را انجام دادیم که این بدعت نیست. به فرق این مسائل روید. اما مسائلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر عبادت بودنش نکرده اند و انجام نداده اند و اینچنین بعضی از امت پیامبر این عمل را همچون عبادت انجام میدهند که رسول الله نکرده اند، به مانند جشن مولود نبوی، این مردود است. اینچنین حدیث دیگری از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که امری را بجا بیاورد در حالتی که این عمل و این کارش موافق عمل ما مسلمانان، یعنی موافق عملی من یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان نبود، پس این عملش رد است. که ابن رجب حنبلی صاحب کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم میگویند که این حدیث ثلث الاسلام می باشد، یعنی 3/1 این اسلام ما این حدیث است. ببینید حدیث خیلی کوچک است لیکن 3/1 اسلام را در بر میگیرد. تمام چیزهایی که مخالف سنت رسول الله بود اون را رد میکند و این حدیث اصلی رد بدعت و قاعده بزرگ است. پس سؤال به وجود می آید آیا رسول الله مولود را جشن گرفتند؟ معلوم است که جشن نگرفتند. پس جشن گرفتن این عمل همچون یک عبادت، همچون یک کار خوب و ثواب و یک برنامه هر ساله بدعت است و خرافات است و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و اینچنین از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت شده است که گفتند قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم
میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الله رب العزة والجلال نفرستاد نبی و رسول را مگرم در حالتی که مگرم این که بر اونها لازم است که امتشان را دلالت به نیکی ها بکنند و از خوبی ها خبرشان بدهند، از اون خوبی و نیکی و فضلی که خودشان میدانند به امتشان خبر بدهند و از وینذرهم شر ما یعلمه لهم و از اون بدیهایی که نسبت این امت وجود دارد خبرشان بدهند که این عمل بد است. که این حدیث را، این روایت را مسلم در صحیحشان ذکر میکنند. برای همین علمای قاعده را ذکر میکنند، میگویند که کل خیر الا دل امته علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام نیکی هایی که در روی این دنیا بود و تمام عملی ثواب خوبی که بود به امتش خبر داد، رسانید که این وظیفه رسول الله بود. و من کل شر الا حضر امته منه، و از تمام بدی هایی که در روی عالم بود امتش را باز داشت، خبرشان داد، تحذیرشان کرد که اولین خوبی و بزرگترین امر این توحید است و اولین بدی و بلندترین درجه بدی این شرک است و سختترین چیزی که الله از اون باز داشته است این شرک است. و معلوم است که پیامبر ما بهترین پیامبر هستند و خاتم پیامبر هستند و کاملترین مبلغ هستند و کاملترین نصیحت کننده هستند. اگر جشن مولودشان ضرورتی داشت، ثواب بزرگی که چخیلی که امروز جشن گیرندگان میگن مثل این ثواب داشت، رسول الله حتما ذکر میکردند، اما رسول الله ذکر نکردند. و این چنین دلیل دیگر است که امام مسلم در صحیحشان ذکر میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه در خطبه روز جمعه میگفتند اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اما بعد، البته بهترین سخن این کتاب الله هست، سخن الله هست و بهترین هدی و پیروی این پیروی شدن از رسول الله و متابعت رسول الله هست و بدترین کار این چیزهای نو پیدا شده در اسلام است و تمام بدعت ضلالت است. پس ببینید، خوبی و نیکی و پیشروی من و شما و نصرت دادن الله من و شما را متعلق به پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. خواهید که مردم را دعوت بکنید، خواهید که خودتان مسلمان واقعی باشید، پس باید پیرو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشوید. این همه خواسته هایتان تحقق پیدا خواهد کرد. دلیل دیگر این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین. ایاکم یعنی منع، یعنی من شما را ای امت منع از غلو کردن در دین میکنم، در دین غلو نکنید، چرا که البته اون کسانی که پیش از شما آمدند، امتان پیش از شما گذشته که هلاک شدند، به سبب غلو در دینشان هلاک شدند. سبب هلاکت اونها و بدبختی شقاوت اونها غلو کردن در دین بود. جشن گرفتن مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این یک نوع غلو است، چخیلی که ابن القیم جوزی این را بیان میکنند و بیان کردند. پس ما باید از غلو از دین و افراط و تفرید باز بیستیم. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح دیگری که امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث را از عمر رضی الله عنه ذکر می کنند، گفتند که لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم.
انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مرا بالا نبرید، مرا نسبت من غلو انجام ندهید، چنانه که نصارا یعنی خریستیان اهل کتاب پیروان عیسی را بالا بردند، در حقش غلو کردند تا این درجه که اون را حضرت عیسی علیه السلام را خدا گفتند، یعنی اللهشان گفتند، معبود خواندند. اما من میگویند پیامبر عبد، من بنده هستم، بنده الله هستم. پس بگویید بنده الله و رسول الله. این چیزی که الله به رسولش امر کرد و رسولش به ما خبر داد، ما میگیم رسول اکرم بنده الله هست، عبدالله هست و رسول است. و دلیل دیگری ما این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که در حدیث صحیح روایت شده است: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. یعنی رسول الله میگن که من شما را امر میکنم به سنت خودم و به سنت خلفاء الراشدین المهدیین، آنانی که بعد از من می آیند به مانند ابو بکر و عمر، عثمان و علی، به اونها پیرو باشید، به سنت من پیرو باشید. و عضوا علیها بالنواجز، و سنت من و سنت خلفای راشدین را با دندانهای اشک خود سخت بگیرید. یعنی این کنایه هست، یعنی کنایه از پیروی شدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله در همه حالت شدیداً باید پیرو باشید و این عمل را ترک نکنید. و من شما را از محدثات و نو پیدا شده چیزها باز می دارم، من می کنم، چرا که هر یک چیزی که در دین وارد می شود بدعت است و تمام بدعت ضلالت است. و در روایت های آمده است که و تمام ضلالت در آتش دوزخ است. این حدیث دلالت می کند که ما باید پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. پس آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان جشن مولد را کردند که ما هم بکنیم؟ نه، نکردند. پس آن چیزی که اونها نکردند ما هم نباید بکنیم. این امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اگر مولود یک امر مشروع در دین می بود، هیچ وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بیان این امر ساکت نمی شدند. رسول اکرم مبلغ از جانب الله هستند، بهترین و ناصحترین مردم هستند و در مسئله از مسائل غش به امتشان نکرده اند و چیزی را در دین پنهان نگه نداشته اند. دین ما کامل است، چخیلی که الله میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشان الله این دین را کامل کرد. پس اگر شما بگویید که جشن مولود گرفتن ضرور است، اگر جشن مولود را نگیریم یک کمبودی کرده ایستادیم، سبحان الله و اعوذ بالله، که این سخن طعنه کردن به رسول الله است، طعنه زدن رسول الله و صحابگان است، چرا که اونها این عمل را انجام ندادند. پس آیا دین اونها کامل نبود که امروز دین ما کامل باشد؟ البته دین اونها کامل ترین دین بود، سالم ترین دین بود، عالم ترین انسان ها، فقه ترین و نزدیک ترین انسان ها به الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. اینچنین دلیل از قاعده های داریم که قاعده وجود دارد در قواعد الفقهی یا که قواعد العقدی، این است که الاصل فی العبادات توقیفیه.
او منع الا يدل الدليل على المشروعیت. چخیلی که بیان کردیم در درس‌های گذشته، این قاعده دلالت میکرد که اصل در عبادات، اصل در مسائل عبادت توقیفی هست. توقیفی یعنی منع هست، باید من هست. عبادت از پیش خودتان کردن جایز نیست. اصل عبادت منع است، جایز نیست، مگرم همان عبادت های جایز است و مشروع هست که دلیل وجود داشته باشد. عبادت چیست؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله و يرضاه. شیخ الاسلام تعریف میکنند، میگن که عبادت یک اسم جنس است، اسم جمع است که دلالت به همه تمام چیزهایی که الله و رسولش دوست می‌دارد، این را عبادت گفته میشد. من اقوال و افعال، از فعلها و از عملها، از سخنها، از چیزی نباشد. تمام چیزی که الله دوست می‌دارد و از اون راضی هست، این عبادت است. پس اگر شما مولود را همچون یک کار خوب، یک کار ثواب، یک کاری که گویا الله این عمل را دوست می‌دارد انجام بدهید، این مولد تبدیل به عبادت می شود، گویا شما عبادت کرده ایستادید. و اگر به این عبادتتون دلیل وجود نداشته باشد، پس این بدعت است. که بدعت این ضلالت و گمراهی است که انسان را زینه به زینه به کفر می برد. پس قاعده دیگر که ما در مسئله سکوت به شما پیشتر بیان کردیم، ان کل عبادت ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم، که احتیاج به ذکرش نیست. و قاعده دیگر این است که میگویند کل شیء لم یکن فی وقته مشروعا لم یکن بعد وقته مشروعا. تمام چیزی که در وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشروع نبود، تمام عملها و عبادتهایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشروع نبود، بعد از وفات رسول الله، بعد از وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز مشروع نیست، جایز نیست. بعض اینچنین دلیل دیگری ما این است که دلیل نهم یا دهم ما این است که در احتفالات و جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش که بدعت است، لیکن در درون این بدعت باز بدعت های زیاد انجام می‌یابد، شرکیات انجام می‌یابد. به خدا قسم حتی شرکیات وجود دارد که امروز همه می‌بینید در یوتیوب ها، در دیگر جایها زاپیس هاشم یعنی ثبت هاشم وجود دارد. از رقص شروع می شود که این یک بدعت است و خرافات است، نواختن موسیقی هست، و از ذکر خاص شروع می شود که ناله کردن و هو گفتن و چیزهای دیگر، و به کفر می رود که این راست شدن تمام کسانی که در مولود هستند. یعنی اگر شما دقت کرده باشید در تمام مولودهایی که جشن گرفته می شود، در جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بینش همه مردم یک باره از جای خود راست می خیزند با امر ولیشان، گویا که یکی از اونها به حق رسیده اونها امر می کند، همه یک جا می خیزند، دستان خود را به صدر خود به پیش خود می گیرند و تعظیم می کنند. به خاطر چی این عمل را انجام میدن؟ به خاطر این که اونا اعتقاد دارند که گویا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این وقت به این مجلس اونها حاضر شد و گناه اونها را میبخشد و اونها را اولیا میکند. نعوذ بالله من ذلك، که این کفر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انک میتون و انهم میتون، الله میگوید که ای محمد تو وفات کرده ای و تمام انسان ها وفات میکنند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند انا اول شخص ينشق القبر انشق من القبر، من اولین کسی هستم که از قبر بیرون میشوم. انا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامه و انا اول شافع و اول مشفع. حدیث هست که میگویند من اولین کسی هستم که از قبرم بیرون میشوم. این دلالت به وفات رسول الله میکند. و اولین کسی هستم که شفاعت دیگران را میکنم و شفاعت میشوم.
الله اولین کسی که شفاعت میکند رسول الله است و اولین کسی که بر اون اجازه میدهد که دیگران را شفاعت بکند به خواست الله که در مسائل شفاعت ان شاء الله کاملا به شما بیان خواهیم کرد، این محمد صلی الله علیه و سلم است علیه من ربه افضل الصلاة و التسلیم. پس چگونه می شود که به مجلس اونها رسول الله حاضر شود و اونها را ببخشد، بعضی از اونها را عنوان اولیاگی بگیرد بدهد؟ نعوذ بالله، این یک خرافات و بدعت است و تا درجه شرک می رسند که شرکشان این یک قصیده برده می باشد. قصیده برده معروف به زبان عربی هست، اما این به زبان دیگر زبان ها هم ترجمه شده است، به اکثر زبان های عالم ترجمه شده است که در این ابیات های شرکی کفری خیلی هم زیاد است. یکی از مثال عادیش این است که میگوید و من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم و من علومك علم اللوح والقلم. در مدح نبی ابیات میخوانند و در بعض ابیات که تلاوت در اینجا ذکر کردیم، در این ابیات آمده است که ای پیامبر از علم تو این علم اللوح المحفوظ است و علم قلم است. نعوذ بالله، این یک صفت قدرت الله را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است و نسبت میدهد. علم لوح صاحبش الله است، غیر از الله کسی از علم اللوح المحفوظ خبردار نیست. و گفتن این که از این لوح المحفوظ کسی دیگر با خبر است، خواه انبیا باشد یا رسول، این سخن کفر است. پس این همه خرافات ها دلالت می کند که این عمل شرعی نیست، عملی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست و این عمل از جانب الله و رسول الله نیست، چرا که در درون این عمل بدعت و خرافات و شرکیات زیادی هست که بعضی از مردم عوام و جاهل از این کارها بیخبرند و گمان میکنند که این عملهای خوب است و گفته های حقیقت را پیرو نمی شوند. پس برادران عزیز و مهربان، نجات من و شما در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در اتباع رسول الله و صحابگان و علمای اهل سنت و الجماعت است. پس برای هر یک مسلمان، مرد و زن، لازم است که از این مسائل آگاه باشد و دیگران و دوستانشان را تنبیه بدهند و از اون کارهایی که جاهلان و جهالت زدگان میکنند برحذر باشد و از بدعت و خرافات و مبتدعین دور باشد و متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پیش بگیرد. والله المستعان و علیه التکلان ولا حول ولا قوة الا بالله. پس این عمل را اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده باشند، صحابگان نکرده باشند، تابعین و تبع التابعین و مذاهب اربعه نکرده باشند، مذاهب چهارگانه نکرده باشند، این جشن احتفال مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کجا پیدا شده است؟ اولین شخصی که این عمل را انجام داد، پیدا کرد و به این بدعت و خرافات دست زد، این از فرقه رافضی و شیعی ابو عبیده القداح می باشد. نام این مرد ابو عبید القداح هست که از شیعی فاطمیین است، از رافضه فاطمیین است. چخیلی که به من شما معلوم است، رافضه و شیعیین چندین فرقه هستند، اسماعیلیه، امامیه یا که جعفریه که این همه یک است، زیدیه، فاطمیه، قرامطه. اینها همه اصلشان یک چیز است، همه اصلشان کفر است و خرافات است و ضلالت و گمراهی است، اما بعضشان از بعض دیگرشان با سختتر است و بدتر است، کفرشان سختتر است و بدتر است.
لیکن حکم همه اونها کفر است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در حق مذهب ظاهری، در حق مذهب فاطمیین میگویند که ان ظاهرهم الرفض و باطنهم الكفر المحض. ظاهر فرقه فاطمیین رفض است. رفض یعنی رد کردن حق است، رد کردن ابوبکر و عمر و عثمان است، قبول نکردن اونها هست. و باطنشان و درونشان کفر محض است، کفر خالص و آشکار است. فاطمیین در عصر 3 هجری 4 و 5 تا اولهای 6 تقریبا 300 سال مصر و مغرب و شام را در زیر تصرف خود داشتند و در اینجا حکومت میکردند. و در این زمان حکومتشان که تقریبا 300 سال بود، اونها خیلی هم بدعت و خرافات زیاده را به درون مسلمانان گذاشتند و یکی از اون خرافات و بدعت این مولود جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که در عصر 4 این مولود را ابو عبید القداح پیدا کرد و مسلمانان جهالت زده و بیخبر از دین و عامه مردم از این پیرو شدند و تا امروز این چیز در بین ما و شما وجود دارد. پس مقصد این است که آنانی که این احتفال جشن مولود نبی صلی الله علیه و سلم را پیدا کرده اند، تأسیس داده اند، اینها فاطمیین بودند، خیلی که جماعت از مؤرخین، جمهور مؤرخین این را ذکر می کنند. پس ما چگونه باید به این بدعت و خرافات پیرو بشویم؟ چگونه این بدعت را انجام بدهیم در حالتی که این عمل را دشمنان اسلام، رافضیان فاطمی در اصل 4 برای شکست اسلام و مسلمین تأسیس داده اند؟ این جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه به خاطر عبادت، نه به خاطر دعوت، نه به خاطر تدریس سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست. در یگان حالت هم جایز نیست، خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت ذکر کرده اند. بعد از این که جشن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اونها تأسیس دادند، اینچنین فاطمیین جشن مولد حسن، جشن مولد حسین، جشن مولد فاطمه رضی الله عنهم اجمعین را تأسیس دادند که تا امروز نیز این غلو و بدعت و خرافات در بین مسلمان ها وجود دارد. پس بیایید از این بدعت و خرافات دور بشویم، از مخالفت امر رسول الله، امر الله دور بشویم تا که از عذاب دردناک الله نجات یابیم. الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم شأن میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم. در حذر باشید، در مخالفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حذر باشید، چرا که کسانی که مخالفت امر رسول الله را میکنند به اونها فتنه و عذاب بزرگ و علیم دردناک میرسد به سبب اینکه مخالف امر رسول الله بعضی از عملها و بعضی از کردگار را انجام داده اند. به اونها فتنه و عذاب بزرگی هست. فتنه چیست؟ در این آیت علما میگن فتنه به معنای گمراهی است، یعنی در این دنیا گمراه میشوند به سبب این که مخالف رسول الله بودند. اونها در این دنیا گمراه میشوند و در روز قیامت به عذاب علیم گرفتار خواهند شد. و در دیگر آیت الله میگه: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که رسول الله بر شما داده است بگیرید و از آن چیزی که الله از آن رسول الله
از آن شما را من کرده است باز استید، بس بکنید، انتها بکنید. و در دیگر آیت میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. البته برای شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به تحقیق اسوة الحسنه بود، یک نمونه بهترین بود برای اون شخصانی که یرجو الله را میخواهند، روز قیامت را میخواهند. رسول الله اسوه اونهاست، نمونه اونهاست. و در دیگر آیات الله میگوید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. هر کسی که یشاقق الرسول کرد یعنی مخالف رسول کرد بعد از آن که سخن حق و هدایت بیان شد، اما با وجود این مخالفی رسول الله شد و متابعت غیر راه مسلمانان مؤمنان را کرد، اون جایش نصلیه جهنم و ساءت مصیرا، جایش جهنم است و خیلی هم جای بد است و راهی بد است. حتی علما این آیت را دلیل به بد بودن رد کردن اجماع میگیرند. و یتبع غیر سبیل المؤمنین دلیل به اجماع هست که هر کسی که اجماع علمای اهل سنت را قبول نمی کند برای اون عذاب بزرگ است، چرا که اصل اجماع این نص است و از آیات و از احادیث است. و در دیگر آیات های ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اینچنین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول خیلی زیاد آمده است. و در یگان مسئله وقتی که اختلاف کردید که این مسئله جایز است یا نیست، شما باید الله میگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، با الله و رسول این مسئله را گردانید، با سخن الله و رسول الله بینید که این مسئله حکمش چیست. اگر ایمان به الله و روز قیامت دارید، اگر این عمل را انجام بدهید این کار خوب است. چخیلی که در دیگر آیات میگه و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. پس برادران عزیز به سوی الله و به امر الله باز میگردیم و باید متابعت سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بکنیم. با همین حلقه نهم خود را به خاتمه میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و در حلقه های باقی مسائل را به شما بیان خواهیم کرد ان شاء الله.